ذنبي تعلم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. بیننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم، همراه استاد سلیمانی عزیز. در آغاز سلام های گرم و داغ خود و شما بینندگان عزیز را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم سلام دارم و دم احترام خدمت شما استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در این لحظاتی که در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم آنچه که موجب رضای الله متعال است بر زمان بنده و شما جاری بگردد. آمین یا رب العالمین. بیننده های عزیز، البته ما در چندین قسمت برنامه‌های گذشته زلال ایمان در مورد رکن سومی از ارکان ایمان که ایمان به کتاب‌های آسمانی بود صحبت‌های داشتیم. کتاب‌های قبل از قرآن کریم بود، بعد در مورد قرآن کریم صحبت‌های مفصل کردیم. البته آخرین موضوعات در مورد قرآن کریم بخش‌های از اعجاز علمی قرآن کریم یا نمونه‌های از اعجاز علمی قرآن کریم را خدمتتان به عرض رسانیدیم. ان شاء الله قسمی که در برنامه گذشته با شما وعده کرده بودیم که در این قسمت ان شاء الله موضوع ایمان به کتاب‌های آسمانی یا رکن سوم ایمان را جمع میکنیم، جمع بندی میکنیم، به خاتمه میرسانیم و ان شاء الله از برنامه آینده، از قسمت آینده برنامه زلال ایمان میریم به رکن چهارم ایمان که ایمان به پیامبران هست و یقینا قسمی که استاد سلیمانی عزیز وعده کردن در آنجا بحث های جالبی خواهیم داشت، به خصوص در مورد زندگی یا داستان زندگی پیامبران که نامهایشان در قرآن وارد شده است. استاد سلیمانی عزیز، یک برنامه یا همین یگانه فرصت خدمت شما هست در مورد اعجاز علمی قرآن کریم تا این موضوع را جمع بکنیم. چی میگیم؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. هرچند که شما میخواستید ادامه بدهید اعجاز علمی قرآن کریم، مجال سخن همچنان بسیار باقی است. بله. و بحث های بسیار زیبایی هست که بالاخره جا داره که درباره صحبت بشه، اما همونجوری که شما هم فرمودید در قسمت های گذشته، چون اصل هدف اصلی برنامه ما این نیست که ما کل برنامه رو درباره اعجاز علمی قرآن صحبت کنیم و بیشتر به ارکان ایمان میخوایم صحبت بکنیم. بله. ما فقط نمونه‌هایی رو ذکر کردیم در باب اعجاز علمی قرآن کریم که فتح بابی است برای عزیزانی که دوست دارن مطالعات بیشتری در این باب داشته باشن و ان شاء الله سعی می‌کنیم اگر شد برنامه خاص داریم باز ان شاء الله با تفاصیل بیشتر داشته باشیم. در این قسمت عنوان حسن ختام این باب هست بحث اعجاز علمی قرآن کریم و به صورت کلی‌تر بحث ایمان به کتاب‌های آسمانی همونگونه که شما هم فرمودید. من موضوع سوره علق رو انتخاب کردم. درست. برای ما بینندگان عزیز که درباره سوره علق مقداری صحبت بکنیم و دلیل انتخاب من هم این بود که این سوره اولین سوره است و اولین آیاتی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن نازل که شد. کتاب آسمانی ماست نازل شده است. در پایان بحث ایمان به کتاب من دوست داشتم که در پایان از آغاز صحبت کنیم. درست. و اولین آیاتی که نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبل از این که یعنی این آیات وقتی میگیم اولین آیات یعنی ابتدای قرآن هست. حتی در ابتدا قرآن وقتی که شروع کرد به نزول بر رسول علیه السلام با اعجاز همراه بود. درست. با شگفتی ها همراه بود. با دنیایی از معانی همراه بود. اولین سوره قرآن کریم که سوره علق است که در اسم سوره اقرا هم معروف است. درست. نام اقرا هم داره، نام العلق هم براش استفاده میشه و در مصحف به نام علق نوشته شده. در ترتیب مصحف 96مین سوره قرآن کریم هست، هرچند که در ترتیب نزول اولین سوره است که نازل شده است. درست. در سوره مبارکه علق آیاتی است که جای تأمل داره و جای واقعا تدبر داره
و بعضی پوزش. خوش. من دوست دارم که علاوه بر این که ما این سوره رو یک نگاهی ولو سریع بیاندازیم در مدت زمان برنامه، بالاخره تا جایی که ما فرصت اجازه بده، به دو آیه هم از این سوره بیشتر تاکید بکنیم. درست. دو موضوعی که مرتبط است با بحث اعجاز علمی در این سوره و یک موضوع بحث علق که خود اسم سوره هست. بله. و موضوع بحث دوم موضوع این آیه شریفه که ناصیت کاذبت خاطئه و بحث پیشانی که اشاره میشه در این آیات. درست. اما اگر بخوایم از ابتدای این سوره رو به قرائت بگیریم، خود سوره، خواندن این سوره برای ما آیاتی داره و درس هایی داره. بفرمایید. از ابتدا اگر شروع بکنیم به همراه شما بینندگان عزیز، کلمه به کلمه پیش بریم. خوبه. من میخوام که هم در کنار این که اشاره میکنیم به بحث اعجاز علمی، دروسی که در این سوره هست بسیار مهم هست برای ما. اولین سوره که قرآن کریم نازل کرده و اینها رو هم در نظر داشته باشیم. در سوره مبارکه العلق یا همون سوره اقرا، معروف ترش اقرا هست پیش عوام، بیشتر سوره اقرا میگن، اونم به خاطر اولین کلمه‌ای که در این سوره است. ما در سوره علق که 19 آیه داره، خود سوره 19 آیه داره و 19مین سوره از آخر قرآن هم است. یک ترتیب جالبی داره این سوره، از آخر قرآن 19مین سوره است و خودش 19 آیه داره. و در این سوره الله متعال برای ما از علم صحبت میکنه. در آغاز سوره اینگونه شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی بخوان. اقرأ از قرائت گرفته میشه، یعنی بخوان. درست. باسم ربک الذی خلق، با استعانت از نام ربت، ربی که خلق کرده است هر چیزی رو. در خود این آیه چند نکته قابل تأمل است. اقرأ به کسی گفته میشه بخوان. اون لحظه که آیات نازل شده بر رسول علیه السلام همه در جریان هستن. اون لحظه آغاز وحی رو ما در ابتدای مبحث ایمان به کتاب آسمانی هم اشاره بهش داشتیم که در غار حرا رسول الله علیه السلام در 40مین سال عمر مبارکشان در حالتی خلوت کردن با الله متعال که نه خواندن بلدن و نه نوشتن. یعنی خواندن و نوشتن بلد نبودن. درست. رسول الله علیه السلام این صفت تا آخر عمر همراه ایشان بود. یعنی در لحظه وفات هم رسول علیه السلام خواندن و نوشتن بلد نبودن. از رو نمیتوانستن نام بخوانند و بنویسن. همین خاطر ما کاتبان وحی داریم که قرآن رو دیگران نوشتن، نام‌های رسول الله رو دیگران می‌نوشتن و حتی دیگران می‌خواندن و دلایل زیادی برای اثبات این است. و خود قرآن هم می‌فهمه نبی الامی یعنی پیامبری که خواندن و نوشتن بلد نبود. این به این معنی نیست که بی سواد بود. این شبهه شاید در ذهن بعضی ایجاد بشه که الان ما اگر کسی خواندن و نوشتن بلد نباشه غالباً بهش میگن بی سواد، که این تعبیر مناسبی نیست. چون خیلی ها خواندن و نوشتن بلد نیستن اما علامه‌های زمانه خودشون هستن. خیلی از عزیزانی که نابینا هستن حافظ قرآن بدون اینکه ببینن قرآن رو. و ما مشایخ داشتیم، علمایی داشتیم در فنون مختلف، در علوم اسلامی غیر علوم شرعی و علوم روز ما نوابغی داشتیم که نابینا بودن. اسباب یادگیری یکیش خواندن و نوشتن هست. اسباب دیگری هم داره، شنیدن. وحی خودش از بزرگترین اسباب است که رسول الله ازش بهره مند. الله متعال در ابتدای قرآن کریم اولین کلمه‌ای که بر پیامبری که خواندن و نوشتن بلد نیست میفرسته، او رو امر کنه بخواندن. پیامبری که نمیتونه بخونه بهش میفهمد بخوان، چون خواندن خیلی مهم است. چون قرآن ما اصلا دین ما دین علم هست. ما کتاب علمه و ابتدا تا انتهای کتاب به دعوت میکنه به تفکر، به تدبر، به تعقل، به اندیشیدن. اسلام بزرگترین ویژگی که داره اینه که پیروانش رو دعوت میکنه به تفکر و تدبر و اندیشیدن. این که هر چیزی رو هر جا نپذیرن، دلیل داشته باشن براش، قبول بکنن. و همینه که ما می‌بینیم روز به روز پیروانش بیشتر و بیشتر میشن، چون دینی هست که با عقل مغایرت نداره و تضاد نداره. بخوان بسم ربک،
به نام پرورد، به نام ربت. کلمه رب در ابتدا وقتی آیه نازل شد خطاب به مشرکین است. بسم ربک، نفهمود بسم الله، بسم الله الذی لا شریک له. مثلا اصل دعوت انبیا این بود که جلوی شرک رو بگیرن. میشد ابتدای دعوت اینطوری باشه بسم الله الذی لا شریک له، بخوان به نام آن خدایی که شریکی در اون نیست. اما ببینیم که دعوت از کجا آغاز میشه. از اون نقطه آغاز میشه که همه روش اتفاق دارن در زمان نزول قرآن. کلمه رب میدونن که همه الله متعال رو به عنوان رب همه قبول داشتن. درست. رب به کسی میگن که مدیر و مدبر امور انسان است. رب یعنی پروردگار، یعنی کسی که انسان رو خلق میکنه، تمام موجودات رو خلق کرده و تدبیر میکنه و مدیر مدبر عالم است و تصرف میکنه در امور عالم. اون پروردگاری که خلق کرده همه چیز رو، همه چیز رو خلق. این ابتدای آغاز کلام هست. الله متعال از ابتدا ما رو دعوت میکنه به تفکر. اون کسی که خالق آسمان ها و زمین است. این ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، اون ربی که همه چیز رو خلق کرده. یعنی تفکر کنید در خلقت آسمان ها و زمین. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. این ابتدا و مطلع تفکر در خلقت. در آیات فراوان دیگری در قرآن کریم، بیش از 1000 آیه، الله متعال بارها و بارها و بارها ما را به تفکر در خلقت وامی داره. باز این به صورت کلی است در این ابتدای آیه، خلقت کلی عالم. در آیه بعدی باز جزئی ترش میکنه الله متعال. خلق الانسان من علق، اون ذاتی که انسان رو خلق کرد از علق. علق یا در تعبیر دیگری در سوره مومنون الله تعالی میفرماید علقه. علقه هم جای دیگری علقه استفاده شده با تای تانیث. علق که نام این سوره هم هست به چند معنی استفاده میشه. یک معنی علق کلمه آیه دوم پایانش. بله. خلق الانسان، الله تعالی میفرماید من انسان رو خلق کردم از علق. علق چیست؟ علق معانی مختلفی داره که همه نشان از ظرافت تعابیر قرآنی داره در تعبیری که به کار برد. علق در یک معنا به معنای خون بسته شده است، خون لخته شده. درست. خونی که لخته شده یعنی چی؟ ما مثلا حیوانی رو وقتی که ذبح میکنن، شاید دیدیم این صحنه رو، خون وقتی میریزه به صورت مایع هست، یعنی حرکت میکنه. سرد که میشه این خون سفت میشه، سخت میشه این خون، این لخته میشه. اینو میگیم خون. این علق شبیه اینه، یعنی لخته ای از خون. درست. یکی از معانی علق اینه. معنی دوم علق به یک موجودی گفته میشه که در آبها و برکه ها، احیانا آبهایی که خیلی وقتها آبهای مانده است، یعنی آبهایی که زیاد مانده و تفون هم کرده، موجودی ما داریم شبیه کرمه، بهش میگیم زالو. اون رو شاید خیلی ها دیده باشن. درازه به اندازه یک بند انگشت، به اندازه یک انگشت حدوداً، یا کمتر یا بزرگتر، و سیاه رنگ، شبیه کرم سیاه رنگ، و این رو بهش میگن زالو. زالو چیکار میکنه؟ این وقتی میچسبه به بدن، وقتی به بدن میچسبه، این وقتی میچسبه به بدن خون میمکه، خون میگیره از بدن، خیلی زیاد هم میگیره، یعنی به اندازه یعنی انگشت است ولی به این قطر نیست، نازک‌تره و شکل جالبی نداشت. من تصویرش رو خواستم بیارم نشون بدم برای بینندگان، ترجیح دادم نشون ندم. درست. و این حالت کرم ماننده، سیاه تیره و یک قسمت بدنش کلفتره، دهانه مثل خرطوم فیله. خرطوم فیل رو اگر قطع بکنن از بالا، اینو کوچیک شدهش میشه زالو. دقیقاً ابتدای کلش مثل دهانه خرطوم فیل، وقتی میچسبه میمکه. و استفاده های پزشکی فراوانی هم داره، یعنی برای تصفیه خون احیانا خیلی ازش استفاده میکنن و در طب سنتی خیلی استفاده میشه ازش، پرورش میدن حتی اینها رو برای اینکه در جاهایی که نیازش ازش استفاده بکنن. این معنی دیگه علق هست. علق به معنای سرخی تیره هم استفاده میشه. علق به معنای خون مرطوب هم استفاده میشه. اینها برخی از معانی علق هست. الله متعال در سوره مبارکه مومنون میفرماید که ما ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، من الله با عظمت انسان رو آفریدم از گل خشک شده.
بعد میفهمد ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، سپس من اون رو نطفه قرار دادم در یک محل قرارگاهی امن در رحم مادر. ثم که میاد به معنای چی هست؟ به معنای تأخیر هست. ما یک ثم داریم، یک ف داریم در عربی، سپس. هر دوشو فارسی میگیم سپس، اما در عربی ثم و ف هر دو معنی سپس میاد. یک تفاوتی با هم داره. ثم یعنی پس با تأخیر، یک اتفاقی که میفته با تأخیر ثم استفاده میکنه، یعنی یک زمانی میگذره. اما بعد از این الله متعال میفهمد اون نطفه که درست میشه سپس میره تو رحم، چون یک زمانی طول میکشه تا نطفه در رحم استقرار پیدا بکنه که حدوداً 2 هفته است. اسپرم مرد و تخمک مؤنث از طرف جنس مؤنث تا با هم ترکیب میشن که نطفه تشکیل میشه. تا این نطفه در رحم استقرار پیدا کنه بچسبه به دیواره رحم حدود 2 هفته طول میکشه. و این رو به همین خاطر الله متعال ثم استفاده میکنه. بعد میفهمد بعد از این بعد الله متعال میفهمد که اون رو من تبدیل کردم به علقه میشه. علقه یک لخت خونی به اندازه نطفه علقه جور میشه. نطفه فخلقنا نطفه علقه. بله. علقه نطفه میشه علقه یعنی این نطفه که بسیار ریز هست و قابل دیدن نیست حتی، تبدیل میشه به یک خون لخته شده ای وقتی میچسبه به دیواره رحم و وصل میشه به دیواره رحم و اقتضا از تغذیه میکنه از خون دیواره رحم، رشد میکنه کم کم، میشه خون لخته شده به اندازه یک بند انگشت. این خون لخته شده بند انگشت ویژگی هایی داره. سرخ رنگ خیلی، یک گفتیم یک از معانی علق چیه؟ سرخی تیره. دومی شکلش دقیقاً مثل اون زالو هست، اون کرمی که گفتیم سیاه رنگه که بهش میگیم زالو، در عربی بهش علقه میگن. اون رو دقیقاً به همون شکله، یعنی مثل خرطوم فیل، نازک خیلی کوچیک شدهش، به این اندازه درازه، عیناً مثل همونه در شکل شمایلش. و بعد از اون که این هم سرخت خیلی تیره است، هم رطوبت داره، هم شبیه اون زالو هست. به همین خاطر قرآن کریم این رو برای ما تعبیر میکنه به علق، یعنی شبیه اونه. همین ویژگی‌های علقی که در معنی ازش استفاده میشه در این علقه در اون لحظه وجود داره. الله متعال میفهمده این انسان ها من شما رو از این لخت خون درست کردم. این یک لخته خونه، یعنی یک لخته خونی که هنوز در این هیچ دستی، پایی، استخوانی مشخص نیست. فخلقنا العلقة مضغة. باز الله تعالی میفهمد من این علقه رو تبدیل میکنم. این مراحل خلقت رو الله متعال در سوره مؤمنون به تفصیل صحبت میکنم. من نمیخوام تو تفاصیلش وارد بشم، چون اگر بخوایم حق مطلب اونجوری که باید شایسته است داخل بشیم، یعنی بعد 2 ساعت برنامه فقط برای حل موضوع خلقت انسان در رحم و جنین چطور درست میشه در قرآن اشاره های زیادی بین شده که نیاز به بحث های تفصیلی داره تا کل موضوع رو ما بتونیم استیعاب بکنیم. این الله متعال میفهمد این علقه بعد از مدت گذشت زمانی این استمرار پیدا میکنه، رشد میکنه، بعد میشه مثل گوشت جویده شده، مضغه، تکه گوشتی میشه. بعد از اون فخلقنا المضغة عظاما، باز در این استخوان هایی به وجود میاره الله متعال. باز میفهمد فکسونا العظام لحما، باز بعد از اینکه استخوان ها به وجود میاد، دست، پا، سر، الله متعال میفهمد اینها رو من باز روی اونها گوشت میپوشانم که میشه گفت یک آدمه که بسیار خردی و ریزه‌ای به وجود میاد. احیانا در بعضی تصاویر اونهای جنینایی که سخت میشه در ماهای اول مشخص میشه، مثل عروسک کوچکی که شاید بین 2 تا انگشت اینقدر جا بگیره در این فاصله. میبینیم که به قدرت الله تعالی دستاش، پاهاش، سرش، همه چیزش آماده است، یعنی از همون ابتدا شکل میگیره، کم کم بزرگ میشه. خلقت انسان یک شگفتی تمام عیار است. چطور از یک نطفه بدبو که به اسم منی از بدن انسان خارج میشه و این یکی نیست، یعنی چند صد میلیون اسپرم در هر مقاربت تولید میشه از مرد و یکی از اینها میاد میشه یک انسانی. و این مراحل چطور اتفاق میفته؟ الله متعال در همین ابتدا میفهمد من شما رو، توی انسانو، کلام منی در برابر کلام من میخوای بگی که من نمیپذیرم که خدایی هست. من تو رو یک روزی گوشت لخته خونی بودی، من تو رو خلق کردم. مراحل رو هم الله متعال شرح میده. مراحل رو برای ما 1400 سال پیش شرح داده. الان شاید برای ما این چیزها
فهمش آسانه، دستگاه ها داریم و سونوگرافی ها داریم و علم پزشکی پیشرفت کرده، جراحی های مختلف و به هر حال علم جنین شناسی در این باره برای ما جزئیات هفته به هفته و روز به روز رو برای ما داره شرح میده. بعد از آزمایش های فراوان 1400 سال پیش در جزیره العرب کجا همچین آزمایشگاهی بود که رنگش رو، خونش رو، شکلش رو که مثل زالو هست برای ما بیان بکنه قرآن کریم، و اینها رو 1400 سال پیش برای ما بیان کرد. چرا که اون خود اون ذاتی است که همه چیز رو خلق کرده. خالق الانسان من علق، من شما رو از علق آفریدم. باز الله متعال گویی که ما اشاره میکنه شما کمی فکر بکنید که من اون ذاتی هم که شما رو این گونه آفریدم. شما یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو رو مغرور میکنه در برابر الله تعالی بیستی؟ چی تو رو مغرور میکنه؟ یعنی تویی که یک نطفه بدبویی بودی، بعدش شدی یک لخت خونی، بعدش شدی یک تیکه گوشتی، بعدش رشد کردی. ما حتی طفل وقتی به دنیا میاد، یعنی طفل وقتی به دنیا میاد بعد از 9 روزش حدوداً وقتی به دنیا میاد، بعد میبینیم که چقدر ضعیفه، چقدر ناتوانه، چقدر نیاز به تر خشک داره. تا 2 سال که شیر بعد بخوره، بعدش کم کم راه میفته، که هیچ بلد نیست، هیچی نمیدونه، کم کم یاد میگیره، کم کم زمین میخوره و بلند میشه. همه اینا ما هممون همین جریان رو طی کردیم. یعنی الله متعال میخواد به ما بفهمونه که شما بیاید کمی با خودتون خلوت کنید، تفکر بکنید از کجا آمدید، چی بودید و کی این امکانات و ویژگی ها رو در شما قرار داد. در ادامه باز الله متعال میفهمد اقرا، بخوان، یاد بگیر، مطالعه بکن، تلاوت بکن، تفکر و تدبر بکن. و ربک الاکرم، در حالی که پروردگارت بسیار کریم است. اکرم از کرم گرفته میشه. کرم وقتی میره به اکرم، به فعل افعل بر وزن افعل، حالا در ادبیات عرب بهش میگیم صیغه تفضیل، اسم تفضیل اکرم، یعنی بالاترین در کرم. الله تو در کرم، خود کرم یعنی خیر کثیر. وقتی میگیم که بالاترین در کرم یعنی بالاترین در خیر، یعنی کمال مطلق در همه چیز. پروردگار تو اون چیزی است که اون ذاتی است که در همه چیز در کمال مطلق است، در بالاترین حد قرار داره. همون ذاتی که تو رو از یک خون لخته تا اینجا آورده که یک جوان رشید شدی الان، الله متعال لحظه به لحظه زندگی تو رو برای تو مقدر کرد، نیروهایی رو در اختیار تو قرار داد از اون موقعی که نطفه بودی تو به اینجا برسید. این کرم و لطف الله تعالی است. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان تا به کرامت برسی. اینجا قرار گرفتن کلمه اقرأ در کنار کلمه رب، این صفت کریم بودن الله متعال، الاکرم در اوج کرم، میتونه این معنی رو برای ما داشته باشه که هر چقدر بیشتر بخوانید به کرامت‌های بیشتری هم میرسی. هرچی بیشتر بخوانید در دنیا و آخرت کرامت بیشتری دستگیرت میشه. اون رب کریم تو وقتی میخوانی و یاد میگیری و دنبالش میری، نه هر یاد گرفتنی مفید نیست. همون ابتدا که فرمود اقرأ بسم ربک، با استعانت از الله تعالی، اون خواندنی که تو رو برسانه به ربک الذی خلق، به خالق تو، اون خالقی که تو رو از علق آفریده، اون خالقی که اکرم هست. پس دوباره اینجا برای ما الله تعالی دوباره تکرار میکنه در کنار اقرأ خودش رو، یعنی خواندنی که تو رو به من برسونه، خواندنی که تو خودت رو پیدا کنی. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، در زمین آیه هایی است، نشان هایی است برای اهل خرد و در وجود خودتان. افلا تبصرون، آیا نمی بینید و نمی اندیشید بعد از نگاه کردن؟ اون خواندنی که ما رو میرسونه به الله، ما رو میرسونه به اصل وجود خودمون، به اصل خلقت خود ما، به هدف خلقت. این مفیده. هر دانستنی مفید نیست. خیلی دانستنی ها هیچ فایده‌ای برای ما نداره و هر دانستنی هم سعادت نمیاره مگر دانستنی که انسان رو به رب اکرم برسونه، به اون ربی که او رو خلق کرده برسونه. این سعادت میاره. اگر ما بخوانیم همین ابتدای قرآن برای ما توضیح میده اینها رو، همه در همون آیات اوله. بخوان اون خواندنی که تو رو وصل کنه به الله، به اصل وجود تو، به خاطر اون هدفی که خلق شدی. خیلی وقتا ما میخوانیم، طرف خوانده
صحبتی رو گوش میکردم، آقا رو آوردن استاد دکترای فیزیک هسته‌ای دانشگاه فلان آمریکا صحبت میکرد و کنه رو بالا گرفته و سینه رو سپر کرده بود. علم فیزیک به این نتیجه رسیده که خدایی وجود ندارد. این خواندن به چه درده میخوره؟ این عالم نیست، این جاهل است. این جاهله. کسی که هنوز ادعا میکنه که دانشمند فیزیک است و به درجه های والای علم فیزیک رسیده، اون علمی که باید او رو به خالق این آسمان ها و زمین رهنمون میکرد، الان میاد میگه خدای وجود نداره. خب تو رو کی خلق کرد؟ اون لحظه که لخته خونی بودی تو از کجا وجود اومدی؟ تقی به توقی خوردم اینجوری به وجود آمدی؟ تو حاضر نیست قبول بکنی که این کتابی که دست من خود به خود به وجود آمده، این نسخه. میگی اینو حتما که گروهی رفتن کاغذی درست کردن، رنگ کردن، چاپ کردن، حروف چینی کردن، تایپ کردن، انتشار. چطور قبول میکنی این وجود نیامده؟ این لباس، این صندلی و میز و کاناپی که روش نشستیم، هر چیزی دور بر ماست. بعد قبول میکنه که این انسان با این عظمت خلقت، با این جزئیات دقیقش همینجوری تقی به توقی خورده وجود آمده و این عالم این دانستنی که به درد نمیخوره. پس علمی یاد بگیر که به دردت بخوره، علمی که ما رو برسونه به کی؟ به الله متعال. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اون ذاتی که یاد داد با قلم، اون ذاتی که یاد داد با قلم انسان رو. قلم بسیار شیء مهم است. قلم برای ما نکته مهمه. به کسی میفرماید الله متعال، اون ذاتی که قلم یاد داده در حالی که خودش قلم به دست نگرفت. و ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. ای پیغمبر من، قبل از این قرآن تو هیچ کتابی رو نخونده بودی و هیچ قلم فرسایی هم نکرده بودی. دو تا نکته است. یک نکته اینه که الله متعال میفرماید من با قلم به شما یاد دادم. نوشتن علم خیلی کمک میکنه بشر. ما با نوشتن و نگارش علم رو برای نسل‌های بعدی نگه می‌داریم. اگر قلم نبود، اگر نوشتن نبود، علم باقی نمی‌ماند. همه انسان‌ها باید هر آنچه که قبلی‌ها یاد گرفته بودن دوباره تجربه می‌کردن و یاد می‌گرفتن. علم گذشتگان با قلم برای ما نگه داشته شد. اما رسول الله خودش نه قلم به دست گرفته و نه قلمی خوانده، از وحی یاد گرفته. پس همه چیز همینطور نیست که نوشته شده باشه. علمی ما داریم که وحی میشه. این وحی رو برای ما بعدها باز قلم نوشتن و نگه داشتن. خود رسول علیه السلام با وحی به ما یاد داد و ما نوشتن به ما رسید. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. الله تعالی به انسان یاد داد آنچه که نمیدانست. علم الانسان ما لم یعلم. خیلی معنای وسیعی داره. هر فردی به تنهایی از وقتی که از مادر به دنیا میاد هیچی نمیدونه. بدون شک. و جعل لكم السمع والابصار والافئده. اون الله تعالی میفهمد شما هیچی نمیدونید و لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید. به شما گوش داد، چشم داد، یاد گرفتید کم کم. هر انسانی، هر نابغه و دانشمندی اون روزی که از مادر به دنیا میاد هیچی نمیدونه. همه انسان وقت از مادر به دنیا میاد مثل همون. هیچ کسی خالی و ذهنن. یک دستگاه مثل یک دستگاهی که ضبط صوتیه که نوار خالی داره، فقط روش باید ضبط بشه. این انسان رو یکی دوم که الله متعال اشاره میکنه که شما روز به روز بر اطلاعات شما افزوده میشه و این رو الله متعال برای شما این ویژگی ها رو در وجود شما قرار داده، این توانایی ها رو در وجود شما قرار داده. حالا آیا انسان در برابر این همه نعمت شکرگزارن؟ همه انسان ها آیا نعمت رو اون گونه‌ای که شایسته است حقش رو ادا کنن ادا میکنن؟ آیا اون انسان هایی که با قلم یاد گرفتن و علم یاد گرفتن و دانشمند شده اند و علمی فرا گرفتن، آیا اینها به اون هدفی که باید برسن رسیدن؟ کلا ان الانسان لیطغی. نه، هرگز اینطور نیست. خیلی از انسان ها طغیان میکنن. الرآه استغنى. انسان ها طغیان میکنن وقتی که میبینن خودشون رو، الرآه، وقتی خودش رو میبینه که استغنا، بی نیاز شده، احساس بی نیازی میکنه. طبیعت انسان این گونه است. انسان وقتی احساس بی نیازی میکنه طغیان میکنه. الله متعال میفرماید
در برابر این کتاب کسانی خواهند بود که مثل همین نمونه‌ای که من ذکر کردم و نمونه‌های فراوان دیگری که میان انکار میکنن. چرا؟ چون احساس بی‌نیازی میکنه. احساس میکنه من نیازی ندارم. ثروت وقتی زیاد میشه انسان احیانا احساس بی‌نیازی میکنه، طغیان میکنه. انسان وقتی که در نعمت است، آزمایش با نعمت سخت‌تر از آزمایش با نقمت و سختی است. چرا؟ چون انسان وقتی که در نعمت است الله تعالی رو فراموش میکنه. الله تعالی رو سختی نیست، راحت است، آسایش است، آسایش است، راحتی است. اما سختی که باشه، وقتی سختی هست، مصیبت هست، بلا هست، میترسه انسان، مریضی است، بیماری است، میاد به سمت الله تعالی. اما وقتی که احساس بی‌نیازی بکنه، طغیان میکنه. ان الی ربک الرجع، به سوی همانا به سوی الله متعال باز میگردید. در ابتدای سوره قرآن، در اولین سوره، الله متعال از بازگشت به سوی خودش صحبت میکنه و جالبه که آخرین آیه‌ای که بر رسول علیه السلام نازل شده طبق روایات صحیح تر و قول راجح تر آیه 281 از سوره مبارکه بقره است. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از آن روزی که به سوی الله متعال باز میگردید. در همون آیات اولیه سوره اول قرآن کریم الله متعال به اون آیه آخری که قرار بود نازل بشه هم اشاره میکنه. یعنی گویی که این سوره خلاصه کل آنچه که قرار گفته بشه در قرآن رو در همون ابتدا برای ما گفت که به سوی الله باز میگردید. باشه شما حالا منکر شو، قبول نداری که علقه‌ای بودی، نطفه‌ای بودی، اینا رو که نمیپذیری من خلق کردم، به سوی من باز میکردی. ان الی ربک الرجع، بازگشت همه شما به سوی الله متعال است. ظاهرا میخوام برنامه اجازه بدید یک من برنامه کوتاه بگیریم. بیننده های عزیز وقفه و برمیگردیم با ادامه موضوعمان اعجاز علمی سوره العلق. با ما باشید.
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، در برنامه زلال ایمان با موضوع اعجاز علمی سوره العلق خدمت شما عزیزان هستیم. استاد سلیمانی عزیز داشتن در مورد معانی و مفاهیم بالای این سورت صحبت می‌کردن. استاد سلیمانی عزیز با آیه ان الی ربک الرجعه رسیدیم. الله متعال ما رو تذکر میده که بالاخره یک روزی این دنیا به اتمام برسه. بله. انسان رو اگر بخوایم در یک جمله معرفی بکنیم، بهترین تعبیری که براش ذکر میکنن اینه که قسمتی از زمان هست. هر لحظه‌ای که از عمر انسان میگذره جزئی از وجودش کم میشه. درست. و هر چقدر بزرگتر میشیم در اصل کوچکتر میشیم، چون عمر ما کمتر میشه و هر چقدر به جلو پیش میریم فرصت کمتری برای ما باقی میمونه. ان الی ربک الرجعه، بازگشت همه شما به سوی پروردگار شماست. ارایت الذی ینهی، آیا نمیبینی اون کسی رو که نهی میکنه؟ الله متعال میفرماید که در برابر این قرآن کسانی حتی منع میکنه. زمان رسول علیه السلام ابو جهل و امثال او مراد این آیه هستند. بله. و در زمانه ما و تا قیامت ابو جهل صفتانی که در برابر این حرکت و دعوت میخوان منع بکنن انسان ها رو. ارایت الذی ینهی، آیا نمیبینی کسانی رو که نهی میکنن؟ اون کسی که نهی میکنه عبدا، بنده ای رو که اذا صلی، وقتی نماز میخواد بخونه. کسانی که میخوان نماز بخونن ایده میان اونها رو منع میکنن. ارایت ان کان علی الهدی، اگر اون شخصی که نماز میخوانه بر هدایت باشه چی؟ سوال است، استفهام این کار است. استفهامی برای کسانی که این کاری که تو میکنی این احتمال وجود داره که این راست بگه. این کسی که تو با او مبارزه میکنی با دعوت توحیدیش، با این مسلمان، اگر حرفی که میزنه راست باشه چی؟ او بر حق باشه چی؟ اگر اون بر مسیر هدایت و درست باشه و تو بر مسیر خطا باشی چی؟ ارایت ان کان علی الهدی او امر بالتقوی، یا اینکه اون انسان امر بکنه به پرهیزکاری، باز هم شما معنیش میکنی. یعنی اصلا معنی کردن از نماز خواندن، معنی کردن از مسلمان بودن خیلی عجیبه، با عقل هم سازگار نیست. مگر اسلام چی میخواد از مردم؟ اسلام میگه دزدی نکنید. خب عقل میگه دزدی نکنید. اسلام میگه آقا شراب نخورید. خب عقل میپذیره که انسان شراب نخوره، عقلش رو از دست نده و تفاوت قائل بشه بین مادرش و بیگانگان. و انسان میگه اسلام میگه قتل نکنید، نکشید بیگناه کسی رو. خب عقل میگه نکشید. اسلام میگه صداقت داشته باشید، دروغ نگید، غیبت نکنید، تهمت نزنید. خب این رو هر عقل سالمی میپذیره. یعنی چه منافاتی وجود داره؟ چرا باید همچین انسانی رو انسان منع بکنه از این کارها؟ چرا باید منع کرد انسان رو از اینکه به مستمندان کمک بکنه، به یتیمان کمک بکنه، به مستضعفان کمک بکنه، صلح ایجاد بکنه، فساد نکنه، اصلاح ایجاد بکنه؟ چرا باید منع کرد؟ کسی که نماز میخونه رابطه خودش رو با الله تعالی خوب میکنه و یک مراقبی برای خودش قرار میده و در صغیره و کبیره زندگی مواظب خودش هست، چرا باید این رو منع کرد؟ چون تعجب است اصلا. اگر این انسان خوبی چرا این کارو میکنه؟ ارایت ان کذب و تولی، آیا نمیبینی کسانی که تکذیب میکنن و روی میگردانن؟ الم یعلم، آیا این انسان نمیداند به ان الله یرا، که الله با عظمت او را میبیند؟ این آیه 14 سوره مبارکه علق خودش به تنهایی اگر ما در این برنامه فقط همین آیه رو میخونیم بس بود. من میگم که این برنامه تو برنامه بعد حداقل من اول خودم رو خطاب قرار میدم، بعد بینندگان عزیز این آیه رو روزانه یک بار حداقل به خاطر داشته باش. الم یعلم بان الله یرا. این رو اگر ما بتونیم باش زندگی کنیم با این آیه رو اگر ما بتونیم در کل این برنامه زلالی ما، در کل این برنامه زلالی این آیه رو بتونیم بهش عمل کنیم، به سعادت برسیم. ما در ابتدای برنامه گفتیم که یک درجه اسلام داریم، ایمان داریم، احسان داریم. همون جبرائیل علیه السلام که از رسول الله پرسید 3 تا سوال، ما هنوز تو سوال اولی داریم توضیح میدیم. سوال سوم درباره احسان بود، بالاترین درجه‌ای که انسان میرسه. مل احسان چیه؟ رسول الله فرمود
الله رو گونه‌ای عبادت کنی گویی که تو او رو میبینی و اگر تو او رو نمیبینی اونو که یقینا تو رو میبینه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. چشم ها او رو در این دنیا نمیبینن اما او که میبینه همه رو، احاطه کامل داره به او. چشم ها به او احاطه ندارن اما او احاطه داره به همه چشم ها. الم یعلم بان الله یرا. آیا نمیداند؟ ببینیم این آیه قبل رو با این اگر با هم جمع کنیم. ارایت ان کذب و تولی. آن کسی که تکذیب میکنه و روی گردان میشه آیا نمیداند که الله او رو میبینه؟ یعنی هر کسی که این معنا و مفهوم مراقبت الله متعال، دیدن الله متعال، تحت نظر الله متعال بودن رو در زندگی خودش فراموش بکنه، هر چقدر این احساس کم رنگ تر بشه فاصلش از الله تعالی بیشتر میشه، روی گردانیش از دین بیشتر میشه. ارایت این کذب و تولی. کذب و تولی، روی گردان شد و برگشت. چرا؟ یادش رفته که ان الله یرا، این فراموش کرده. اگر الم یعلم بان الله یرا، اگر میدانست که این کارو نمیکرد. نمیدونه. الله متعال میخواد بهش بگه که تو رو الله تعالی داره میبینه. وقتی میبینه چرا این کارو میکنی؟ اگر ما در زندگی این مفهوم رو داشته باشیم، این رو نمیشه اینطور فقط صحبت کرد. اینو باید یاد گرفت. نشست خلوت کرد. من بازم تاکید میکنم خودم رو خطاب قرار میدم و ببینم. تک تک بشینیم با خودمون. این قرآنه. این آیه قرآنه. شک کردن در این کفر هست یا نیست؟ ما ایمان وقتی صحبت از ایمان میکنیم بعضی از آیات رو باید، من میگم از اول باید باشیم ایمان بیاریم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. قرآن میفرماید کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، تجدید ایمان کنید. این مفهوم رو علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدونه که الله تعالی رو میبینه؟ الله تعالی میبینه یعنی چی؟ الله تعالی یعنی تو رو میبینه، تمام خلوت تو رو میبینه. یعنی هر چیزی که میخوای از دیگران پنهان کنی از الله پنهان نیست. اگر دوست نداری کسی ببینه الله که داره میبینه. اگر در مال انسان مالی به دست آورده از جایی که دوست نداره کسی ببینه، دوربین یک جای خاموش شد و دست کرد توی دخل و صاف صندوق و برداشت و به جیب زد و حساب کتاب کن، معامله طرف خبر نداره، تجارت داره میکنه، شریکی داره، شریکش که خبر نداره، الله که خبر داره. الله که داره میبینه اگر اون نمیبینه. الله که داره میبینه که این مالی که تو داری میاری از کجا میاری. علم یعلم بان الله یرا. من در دلم نسبت به یک انسانی احساسی دارم خیلی بد، اون نمیبینه. الله که از اعماق وجود من خبر داره. الله این احساس من رو میبینه یا نمیبینه؟ علم یعلم بان الله یرا انه علیم بذات الصدور. هیچ چیزی از الله تعالی مخفی نیست. هیچ چیزی از الله تعالی مخفی نیست. علم یعلم بان الله یرا. وقتی من در نماز می ایستم این در ذهنم باشه که الله تعالی داره من نگاه میکنه، داره میبینم. یعنی الان چقدر تفاوت داره وقتی که دو نفر وقتی عاشق هم هستن. داستان‌های عشق عاشقی خیلی میخونیم، از این چیزا زیاده توش. یکی عاشقی که دیگه است، به خاطر معشوق میگیرن میبرنش. پدر و مادر طرف داداشاش میریزن سر این طرفو، تو اومدی پیش ناموس ما و میزننش. اون طرف اونجا داره لگد میخوره و میبینه که معشوقش داره نگاه میکنه، محبوبش داره اون رو نگاه میکنه. آیا از این کتک خوردن این ناراحته؟ اگر واقعا این دل داده اون باشه. دارن میزننش اما دردم میکشه، ولی یک چیز رو خوشحاله که پیش خودش یک نگاه که میکنه که اون داره منو میبینه، میگه دیگه من دارم ثابت میکنم برای اون علاقه و محبت خودم رو. احساس خوشی میکنه در دلش چون اون داره میبینه. اون داره میبینه. مهم اینه که اون داره میبینه. یک جای دوربینی میگذارن داخل یک مغازه، صاحب الان که ساده آسانم شده، طرف تو خونه خودش اون طرف دنیا نشسته از طریق اینترنت داره کنترل میکنه فضا رو. تمام کسانی که اینجا کار میکنن، کارمندان، کارگرا،
حواسشون هست. مدیر از اون طرف داره میبینه. این حقیقت است، یعنی از اون طرف داره میبینه، حواسشون جمع. آقا دوربینا رو اونجا طرف داره نگاه میکنه، داره میبینه. اگر این دوربین ها نباشه، این دوربین ها همیشه در زندگی ما هست. این دوربین ها همیشه در لحظه زندگی ما هست. الم یعلم بان الله یرا. هر چقدر ما این مفهوم رو در زندگی خودمون بیاریم، باهاش زندگی بکنیم، راحت تر میتونیم به الله متعال نزدیک بشیم و زندگی اون متحول میشه. یعنی همین آیه رو اگر ما در زندگی همیشه داشته باشیم، من طرف کار خیر انجام میده، هیچ کسی ندید، خبرم نشد، الله که خبر شد. الم یعلم بان الله یرا. الله که میبینه. الله که دید تو چقدر زحمت کشیدی، زحمتی که تو کشیدی دیده نشد، قدردانی نشد ازت، کسی قدرت رو ندونست، تعریف نکرد از تو، نفهمید که اصلا تو این کار انجام دادی، بقیه به اسم خودشون زدن این کارو ما کردیم. تو ناراحت نباش. تو چرا ناراحتی؟ اگر این کارو به خاطر مردم کردی باید تجدید نظر کنی در کارت. خب نتیجهش همین میشه. مردم قدرشناس نیستن. اما اگر به خاطر الله کردی، الم یعلم بان الله یرا، اون که دید دیگه، اون کار تو رو دید، نباید ناراحت باشی. این آیه رو اگر بخوایم صحبت کنیم ساعت‌ها میشه در مورد صحبت کرد. اما من فقط میخوام که این آیه رو در فاصله این برنامه تا برنامه من حداقل روزی یکی دوباری با خودمون خلوت کنیم، چند دقیقه دربارش فکر کنیم، بریم در بحرش، احساس کنیم که الله منو داره میبینه در لحظه زندگی من. وقتی عصبانی میشم مواظب باشم، وقتی صحبت میکنم مواظب باشم. چطور وقتی جوری یک بزرگ انسان با یکی دیگه صحبت میکنه کنترل میکنه کلماتشو، مواظبه که بیادبی نکنه، بی احترامی نکنه، میگه شخصیت من جلوی این پایین میاد، این نسبت من دید دیگه پیدا میکنه. خب جلوی الله تعالی محمد در محضر الله تعالی من میشه. اینها رو رعایت کنیم. الم یعلم بان الله یرا کلا لئن لم ینتهی. اگر هرگز این گونه نیست که اینها ول بشن، کسانی که الله تعالی رو نادیده میگیرن در زندگی، لئن لم ینتهی، اگر دست از این کار بر ندارن، لنسفعا بالناصیه، من الله تعالی اونها رو خواهم کشید به ناصیه، از پیشانیشان، ناصیت کاذبت خاطئه، یک پیشانی دروغگوی خطاکار. ناصیه کاذب صفت ناصیه است، موصوف صفت کلا در همه چی مطابق همه، و خاطئه هم باز صفت ناصیه است. پیشانی دروغگوی خطاکار. پیشانی کجاست؟ اینجاست. بله. خب این که الله تعالی فرمود اون رو میگیریم از پیشانیش، میشه یعنی موها بلند باشه از اینجا آدم بگیره بکشه، اینش تا حدودی قابل درکه. اما پیشانی دروغگوی خطاکار، پیشانی صاحب دروغ خطاکار نفرمود، خود پیشانی رو الله تعالی میفرماید پیشانی که دروغگوی و خطاکاره. چه حکمتی است داره؟ پیشانی رو الله تعالی میفرماید پیشانی دروغگوی خطاکار، نه پیشانی انسان دروغگوی خطاکار، ناصیتیهی نفرمود پیشانی او یعنی اون انسان دروغگوی خطاکار، نه خود پیشانی که دروغگوه و خطاکاره. خب پیشانی که اصلا حرف نمیزنه، مگه حرف میزنه؟ مگه کاری میکنه؟ خیلی از مفسرین این رو این گونه ترجمه کردن، گفتن اینجا معنا مجاز است، یعنی صاحب این پیشانی که دروغگو و خطاکار است. در قرن 19 یعنی حدود 150 سال پیش، 1850 خورده، یک کارگری در آلمان در یک معدن در راه آهن، مسیر راه آهنی که می‌خواستن تونلی بزنن، مشغول کار بود. وظیفه این بود منفجر بکنه سنگ‌های بزرگ رو. یک میله بزرگی برمی داره آهنی، وقتی میخوان کوه رو منفجر بکنه یک سوراخ ایجاد میکنن داخل کوه طولانی بلند، و داخل این مواد منفجره میریزن، مقدار شن و ماسه میریزن جلوش، بعد سماده میزنن تا بعدا منفجرش کنن. این آقا مشغول این کار بود و این اتفاق افتاد. این رفت و میخواست که یکی از این سوراخ‌ها رو آماده بکنه، در جا منفجر شد این سوراخ. وقتی که با این میله آهنی فشار میداد این مواد رو بره داخل، ظاهرا شن و ماسه‌ای که میخواستن بریزن نریخته بوده، منفجر میشه مواد و این میله آهنی بزرگ فرو رفت توی مغزش.
از اینجای سرش رفت، از این طرف بیرون شد. این آدم بعد دکترها اومدن و بررسی کردن و دیدن که این انسان بعد از چند مدتی، چند ماهی، کلا یک آدم عجیب شد، یک آدم دیگه شده. نمرد، زنده ماند، اما یک شخصیت کاملا متفاوت. اسمش هم هست، فینیس گیج، همین چیزی هست اسمش، عکساش هم هست، از دوستان بنویسن تو اینترنت پیدا. همون میله که رفته تو مغزش، همون هم دستش گرفته، با اونم عکس گرفته، چشماش کور شد و این انسان یک شخصیت جدا شد، کلا شخصیتش عوض شد. بعد از اون دانشمندان می فکر شدن که مغز فعالیتاش رو تقسیم بندی بکنن. یعنی 1.5 قرن پیش، 150 سال پیش حدوداً. نتیجه صحبت این شد که الان دانشمندان ما وقتی مغز رو بخش تقسیم بندی میکنن، یک بخش پیشانی داریم ما. مغز کلا سیستم هدایت بدن رو به عهده داره. بخش پیشانی مغز که زیر استخوان پیشانی قرار میگیره، یعنی بخش جلویی مغز، اینو ما بهش میگیم لب پیشانی. این جلو هست، وظیفه‌ای داره. بخش پشت وظایفی داره، سمت راست و چپ برای خودشون وظایفی دارن. بر اساس ضربه‌ای که به مغز میخوره میبینیم که بدن واکنش نشان میده. مثلا یکی میبینی که سمت راست بدنش فلج میشه، سمت چپ ضربه خورد، سمت راست میخوره، سمت چپ فلج میشه. احیانا بخش جلویی وقتی که ضربه میخوره، این بخش جلو وظیفه‌ش چیه؟ این رو ما الان میدونیم، نه 1400 سال پیش. 1400 سال پیش قرآن فرمود پیشانی دروغگوی خطاکار. الان ما میفهمیم که این بخشی که زیر استخوان پیشانی است، این دقیقاً پشت این استخوان ها، مرکز اراده انسان اینجاست. این بخشی که ما شخصیت، محتوای شخصیتی رو اینجا کنترل میکنه. این استخوان، زیر این استخوان، اون بخش جلویی مغز چاره‌جویی رو اینجا کنترل میکنه. بخش سخن گفتن مسئولیتش با اینجاست. سخن گفتن یعنی چی؟ یعنی راست و دروغ وقتی میخواد انسان بگه، این قسمت پیشانی مغزه که تصمیم میگیره راست بگه یا دروغ بگه. پیشانیه که تصمیم میگیره انسان حرف راست بزنه یا دروغ بگه. و صحبتی که انسان میکنه با پیشانیش هست. تصمیمی که میگیره، چارهایی که میاندیشه و شخصیت وجودی انسان رو این بخش مغز، یعنی پیشانی مغز تعیین میکنن. اون انسانی که دروغگو هست، پیشانیش دروغگوه. مشکل اینجاست، اینجا کنترل میکنه که بقیه بدن که کار نمیکنن. این زبان فقط نماینده تصمیم هایی است که اینجا گرفته میشه. سخنگوی اینجاست. سخنگوی این بخش مغزه. این بخش مغزه که تصمیم میگیره که انسان راست بگه یا دروغ بگه و صحبت بکنه. الله متعال میفهمد که این انسانهای کذابی که تکذیب میکنن، پیشانی اینها رو من میگیرم میکشم، همون پیشانی دروغگو، چون تصمیم رو اینجا میگرفت، چون شخصیتش اینجا بود، چون چاره‌جویی رو اینجا میکرد، چون اینجا بود که نقشه های خطا میکشید. نقشم که میکشید، خطاکاری های خودش رو از اینجا تصمیم میگرفت. محل این دقیقاً این قسمت زیر استخوان پیشانی، این قسمت جلو. این رو 1400 سال پیش قرآن برای ما معرفی کرد که محل تصمیم گیری، محل سخن گفتن، محل راست گفتن و دروغ گفتن. الان حتی برخی از دایره‌های جناحی برای تشخیص دادن صحبت طرف که دروغ میگه راست میگه، سنسورهای وصل میکنن به قسمت مغزش، میتونن تشخیص بدن داره دروغ میگه. ترشحاتی که مغز میکنه تشخیص میدن که این داره دروغ میگن. الله متعال 1400 سال پیش برای ما وقتی پیشانی رو توصیف کرد، گفت پیشانی دروغگوی خطاکار. اما ما بعد از 12 قرن از اون اتفاق نزول این آیه فهمیدیم که این قسمت پشت که داره تصمیم میگیره انسان راست بگه یا دروغ بگه. پیشانی انسان دروغگو پیشانیش دروغگو است در اصل، و انسان راستگو پیشانوی راستگویی داره. الله متعال میفهمد این انسان رو من میگیرم از اینجا میندازم به دوزخ. فلیدع نادیه، نیروهای خودش رو فرا بخونه. سندع الزبانیه، من الله با عظمت هم فرشتگان جهنم رو صدا میکنم. از زبانیه نگهبانان دوزخ. درست. این آیه که آخر آیه سجده است، خیلی جالب. پایان این سوره کلا لا تطع، هرگز اطاعت نکن از این انسان هایی که پیشانی های دروغگوی خطاکاری دارن. واسجد واقترب، دو کلمه، واسجد واقترب، سجده کن و نزدیک شد. سجده با کجا انجام میشه؟ با کدوم بخش انجام میشه؟ پیشانی. پیشانی محل چی است؟ محل تصمیم گیری.
محل سخن گفتن گفتیم من پیشانی پشت شخصیت و اراده انسانی پشت رفته است. اگر میخوای به الله تعالی برسی کل این قسمت رو باید در برابر الله تعالی به خاک بمالی، باید بگذاری به زمین، اراده این رو بسپاری به الله تعالی. یک عجیبه که الله تعالی حتی درباره موجودات هم میفرماید، در آیات دیگه هم داریم که میفرماید ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها. همه حیوانات رو الله تعالی از این قسمت، چون اراده حیوانات اراده آنچنانی ندارن، الله تعالی میفرماید ناصیه اونها که محل اراده اوناست دست منه. یا ما میفرماییم در دعا میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. این پیشانی من به دست توه، تو داری میکشی هر طرف بخوای ببری به خودت. این قسمت رو الله متعال میفرماید برو در سجده بگذار، وقت طرب، نزدیک شو. به کی؟ به الله تعالی. سجده کن، نزدیک شو. ما با سجده کردن پیش الله تعالی سر به زمین میگذاریم، هر چی بیشتر سر به زمین بگذاریم همون اندازه پیش الله تعالی در آسمان ها بالا میره. واسجد واقترب. کسی میخواد پیش الله تعالی نزدیک بشه سجده بکنه. دو کلمه به ما یاد میده که چطور پیش الله تعالی مقرب بشه. سجده کن، مقرب میشه. نماز بخون، مقرب میشه. برای حل مشکلاتمون ما فقط کافی است بریم پیش الله تعالی، سر به سجده بگذاریم. این فاصله میلیاردها کیلومتری که هست تا عرش الله تعالی رو در یک لحظه طی میکنه میریم پیش الله تعالی. کسی رفته پیش وزیر، پیش سفیر، پادشاهی، همه عکس میگیرن، یادگاری نگه میدارن، در خاطرات مینویسن اینها رو به عنوان افتخارات زندگیشون. کسی که در خاطرات زندگی خودش هیچ ملاقاتی نداره با هیچ پادشاهی و وزیری، چرا ناراحت وقتی که این انسان نماز خوان است و هر روز پیش الله تعالی داره نزدیک میشه و با الله تعالی سخن میگه. واسجد واقترب. نماز ما رو به الله تعالی نزدیک میکنه و اگر میخوایم به الله تعالی نزدیک بشیم بهترین راهش چی است؟ سجده کردن. هر چی بیشتر سجده کنیم به الله تعالی بیشتر نزدیک میشیم. دو آیه الله تعالی همیشه ما رو میبینه و سجده کنیم و به الله تعالی نزدیک بشیم. تشکر. خلاصه محتوای اصیل این سوره است. و اعجاز این سوره در علق و ناصیه بود. اعجازش من نخواستم زیاد تو بحث اعجازش داخل بشم، چون میخواستم مفاهیم سوره رو بیشتر داشته باشیم. بدون شک موضوع علق خودش میطلبه یک برنامه کامل باشه. 1400 سال قبل پیامبر از کجا میفهمید که تفاصیل میره اونجا و جزئیاتش برای ما توضیح داد. و ناصیه کاذبه خاطئه که اصلا این پیشانیه که دروغ میگه، پیشانی دروغگوی خطاکار. ما کاملا الان احساس میکنیم که دروغ و خطا از این پیشانی صادر میشه، دستورش به بقیه اعضای بدن. تشکر، سلامت باشید. یعنی ما از رکن سوم انشاءالله ما همینجا میبندیم موضوع رو. درست. و گرچه جای بحث داشت انشاءالله در برنامه‌های بعد سعی میکنیم درباره بخش ایمان به انبیا و زندگی انبیا رو بیشتر بررسی کنیم. انشاءالله. تشکر، سلامت باشید. جزاکم الله خیرا. تشکر از تمام شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. همه شما خوبان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي